گل هوس نمیداند قدری دولتی وصلت گل هوس نمیداند فیضی صحبتی گل را خار و خس نمیداند فیضی صحبتی گل را خار و خس نمیداند چشمی خائنان سوزد این شب باده ناب است چشمی خائنان سوزد این شب باده ناب است سوی ما نمی پرسد حال کس نمیداند سوی ما نمی پرسد حال کس نمیداند همدمی تماشایش هم نشین نمی خواهد هم نشینی سودایت هم نفس نمی خواهد سیر گلشن ارزانی بینوا دلی بلبل جز قفس نمیداند بینوا دلی بلبل جز قفس نمیداند درود دوستان، بله ما امروز غوطه‌ور خواهیم شد به خیالات خود، عالم خاطره های خود. البته شناوری خواهیم کرد در بحر بیکران شش مقام و کوشش میکنیم که از این بحر بیکرانه دریافت نماییم به دست آریم صدف قیمت بها را، البته با بازخوانی کردنی سرودهای همین ژانر. و خوش آمدید میگوییم دو تن از جوانان را که الکی به این بحر دست زدند و توانستند که از عمق آن چیزی به دست بیارند. روشن رسولوف و اینچنین مطربی امروزه فردوس محمودوف. خوش آمدید، شامتان بخیر. سلام و درود خوش را به تمام هواداران برنامه خاطرها و نیز به شمایان میرسانم که ما رو در این برنامه پذیرفتید و ما رو دعوت کردید. خیلی با همراهی فردوس جان خوشحال هستیم که در این برنامه اشتراک داریم. این بار اول نیست که ما همه جانبه از مثلا جای کار باشد یا اینکه از دانشگاه باشد مهمون این برنامه هستیم و مخلصان خود را این برنامه دارد که بسیار برنامه جالب است. و من امروز تشکر. سلامت باشید. و من امروز یک سروده آماده کرده آمدیم که با همراهی فردوس جان که این از همون سرودهای قدیمی که مردم استراوشن امروز همچون ساقینامه اوراتپه این را میشناسند و من امروز این سرود را پیشکش کردم و فکر میکنم که این سرود به هواداران و این برنامه خاطرها نیز خوش آمد. تشکر. واقعا ما نیز همین گونه امید داریم و خیلی که گفتید شروع کردید برنامه را با تنین انداز کردن سرود ساقینامه استراوشن. ما میتوانیم گوییم که این سرود در سبک محض استراوشن سروده شده است، روی کار آمده است. بله بله، خیلی که ما قید کردیم این ساقینامه استراوشن یعنی اوراتپه مشهور شده است. این اولین بار شده در استراوشن همچون در یعنی روانه به مقام سیگاه شباهت دارد. در پرده مثلا مقام سیگاه شباهت دارد که این را اولین مراتب استاد گذشته ما عبدالقادر حافظ این را اجرا کردند و این همچون انعنه همه حافظایی که در همون دور و زمان این را اجرا کردند این تکمیل یافته است. سرود خیلی تکمیل یافته است و تا به زبان ما اومده رسیده است که مثلا ما
در دیاپازون خود موافق کرده میخونیم. حافظایی که مثلا با هستن در دیاپازون خودشون موافق کرده میخونند. گفتن قابل ذکر است که این رو من از استادم پوچکالنوف حبیب که راهبر انسامبل شش مقام استراوشان همچون فعالیت میکردن در دوره خردسالیم آموختگی بودم که امروز از همون استادان گذشته که ما سخن میکنیم البته به یاد آوردن ویها برای ما افتخار است، چون که برای ما یک زمینه خوبی رو پیشنهاد کردند که ما تا امروز از سرودهای ایشان بهره‌مند میشویم و سرودهای آنها رو پیوسته زمزمه میکنیم. بله، شش مقام را علمی ناتمام نیز میگویند. این درست است و هر نفری که به این ژانر دست میزند سر اول باید قابلیت استعداد داشته باشد و پس از آن با هرچی بیشتر آموختن میتواند که موفق گردد. شما گفتید که این سرود را همگان یعنی همون حافظانی که میسرایند به دیاپازون خود موافق کرده میسرایند. به فکر شما یگان کاستگی در اینجا به وجود نمیاد چون شش مقام الکی این ژانری شناخته است؟ البته هر یک شخصی که در روی شش مقام سرود اجرا میکند و این سرودها را میسراید معلوم است که هر یک حافظ توانایی خود را دارد. مثلا از یک هنرمند میتواند با یک درک فهمیش خود مثلا هر یک حافظ احساس میکند معنی شعر را، وزن شعر را، فلسفه شعر را که درباره چی سخن میرود. ناگفته نماند که عبدالقادر حافظ نیست استادی که برای ما، برای اهل استراوشان نیز یک همچون دیوان گویم هم خطا نمیکنیم سرودهایی رو پیوسته باقی مانده گذاشتند که در یادگار مثلا گذاشتند که همه آنها زیاده از اکتاوه های بلند صدا داده می شود و امروز ما در همین با همراهی مثلا فردوسیان اینجا اومدیم یک اسباب طاقه که این از آن دلالت میتهد که شنوندگان ما هم خیلی ذکی هستند، میدونن که مکتب استاد و شاگرد است. از همین خاطر بود که خیلی کمی سرود رو ما از استاد ما همچون طریق یک تنبور و شاگرد این روز آموخته بودیم و خواستیم که برای شنوندگان نیز همین سرود رو طریق یک تنبور و یک صدای حافظ شنونده باشیم. واقعا طریق یک اسباب موسیقی باشد هم شش مقام خیلی خوب به گوش میرسد در حالی که مطرب و سراینده همدیگر را خوب درک کنند و همدیگر را خوب آموخته باشند و این سرود را نیز خوب از بر کرده باشند. خوب در همین ژانر به همین اسلوب باز کدام سرودها امروز بازخوانی خواهد شد؟ سرودهایی هستند که ما در روی شش مقام حاضر باشد این را در سبک خودمون استراوشان خوانده بودیم. در اینجا اومدیم با از استادان زبردست پرتجربه آموختیم. فروغ عمل دوگاه از مقام دوگاه هست. در مکتب موسیقی بچگانه که در استراوشان زیاده از به گفتی استادم 60 سال است که فعالیت میکند. مکتب موسیقی خیلی مکتب کهن‌ترین است که در اون چند استادان زبردست یعنی مکتب خودشون رو گذاشته رفتند که پیوسته شاگردان همون مکتب رو دوام داده ایستادن. و یک سرود آماده کردیم با همراهی فردوس جان، فروغ عمل دوگاه از مقام دوگاه است بر غزل پری حصاری. مرحمت بسرایید. باورم ناید که امشب یار آید در برم، باورم ناید که امشب یار آید در برم، در برم آید ببینم تا بیاید باورم، ساغرم از عکس روی یار دارد موج می یارم، موج می جوشی تجلی میزند در ساغرم، موج می جوشی تجلی میزند در ساغرم.
مستی دلبرم در بغل آید به بیداری ز مستی دلبرم گوهرم عالیست از گردی یتیم در نظر در نظر آینه حسنی معانی گهرم یارم بر سرم پای کی ماند تا قیامت ای پری ای پری از نقش پایت تاج شاهی بر سرم یارم کمترم داند پری از سر حسنش می سزد یارم می سزد گویم که من از کمتری او کمترم می سزد گویم که من از کمتری او کمترم. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. واقعا بسیار حالت‌های می شود که کس می خواهد شنود تنها آواز تنبور و حافظ را. بله. خصوصا همان نفرانی که شش مقام را دوست می دارند، یعنی علاقه از مزه و شیرینی همین سبک چشیدن آگاه هستند و ما باور داریم که این برنامه که با همین سبک پیشنهاد بیننده می گردد عین مدت ها خواهد بود. شما گفتید که هر سرودی که در ژانر شش مقام سروده شده است البته تکمیل یافته است با گذشته سالها و خود این سرود را از کی آموختید؟ از کی تمرین میکنید میسرایید؟ البته این رو ما چخیل که قید کردیم سرودهایی که ما اینجا خوانده ایستادیم اون سرودهایی رو انتخاب کردیم که برای شنونده نیز دلچسب باشد و با واسطه یک اسباب تنبور که خیلی نادر است. البته شش مقام رو به تنبور و دایره و دوتار تصور کرده نمی شود. درست. اینجا ما اساس انتخاب ما همین بود که آن سرودهایی هستند که مخصوص با یک تنبور و حافظ باید سروده شود و آن رو شنونده درک کرده میتواند، چشمش را از وی سرود کنده نمیتواند که این درباره همین سرود، همین شعر، مثلا خیلی که شعرها پرمضمون هستند، عرفانی هستند، پرمحتوا هست از جهت یعنی وزن و آهنگش و طرز گفتارش نیز یک مخلص رو به خود جلب میکند، شنونده خود را گفتنیم که این را استادان چندین مراتب ها سروده هستند. البته این سرودها تا به زبان ما اومدن خیلی ما که جوانان زاده استقلالیت هستیم خوش به حال ما که از نوای شش مقام برخوردار هستیم، یعنی پیشبرنده میراث نیاگان هستیم. درست. وقتی که این سرود را ما آموختیم
این آخران سالی که من در مکتب موسیقی بچگانه تحصیل میکردم این سرود رو استاد به من آموزوندن. چخیلی که همون از استادان خودشان آموخته هستند همون قالب که من به آموزوندن. بعدن که ما این سرود رو انتخاب کردیم، وقتی که هنرمند همین رو در یک چند مرتبه اجرا کردن میگیرد، در دلش میشیند همین سرود، بعد ناله پیدا میشود، درد پیدا میشود، احساس موسیقی، احساس شعر، وزن شعر که بعد گوجاش مثلا ما گردش ها کنیم، گوجاش مثلا با همراهی مثلا نوازنده درد دل کنیم که اینا مثلا نوازنده خودش میدونه، حافظ احساس که میکند همون در دسته تنبور چخیلی که مینوازد حافظ احساس میکند. همین سرود که ما آخران امتحان سپاردیم، بعد گفتن چیزی که ما از استاد آموختیم من به تو من آخران سرودی که بود که تو امروز امکانیت داشت که همین سرود رو آموزوندم. اکنون تو پیش به یک گردنت به میگن در کفتت میگن یک چی داری، یک تا مسئولیت بلند که داری، همین سرودی که از ما آموختی تکمیل میتی، در چند که مثلا میتونی تکمیل میتی، این سرود رو پیوسته اجرا میکنی و وقتی که ما با این استاد میشی به شاگرد خودت همین میآموزونی. و در کنسرواتوری نیز این سرود به من پسند بود. استاد خودم خورشید ابراهیم زاده که این سرود رو به من تاب دل من، ناله هایی که من میخواستم، چیزی که من مثلا نازکی این سرود رو فهمیدم میخواستم، از همون کس احساس کرده توانستم که این سرود باید چقدر سروده شود. و به طوری باید و شاید گفته میتوانم که بعد از استاد خواندن البته برای ما خیلی مشکل است، استاد به درجه بلندی سرایندگی این آورده رسانیدم، لیکن ما همچون شاگرد در پایه همون زینه استاد قرار داریم که فکر میکنم خطا نمیخوانیم، لیکن استاد خوشحال خواهند شد از چنین سرودن ما. با اعتماد کامل گفته میتوانیم که حتما به دل بینندگان برنامه خاطره ها راه یافت، چون گفتید طول سالیان زیاد است که شما این سرود رو از خود کرده اید و با تمرین کردن تکمیل داده اید. و چون شما گفتید که از مکتب استروشن امروز بیشتر بازخوانی خواهید کرد، ولی خود را امروز پیروی کدام مکتب می حسابید؟ البته حاضر ما در پیروی مکتب استروشن سخن کردیم. یک سرود را که خیلی ساده بود، خیلی دلچسب بود، گفته میتوانیم ساقینامه استروشن یعنی اوروتپا سرودیم. بینه چه از جهتی وزنش هم باشد، سرایدنش هم باشد، خیلی آسان است که در روی 6 مقام اجرا کرده شده بود. این سرودهایی که من حاضر اجرا کرده ایستادم و اجرا میکنم، این از مکتبی که مثلا من در کنسرواتوری ملی طول 4 سال فعالیت کرده ایستادم، یعنی آموخته ایستادم همتون دانشجو، از نازکی های همین سرود پیوسته در جستجوی همین سرود هستم که مثلا هر یک سرود نمیتواند تنها در یک اجرا شنونده خود را پیدا کرده باشد. اون مثلا سرودهایی هستند که برای بدل شنونده جای گرفتن 1 ماه 2 ماه ای پسی سرود کار میکنن. این سرودهایی که مثلا ما 1 ماه 2 ماه نیست، چون که ما خرد هستیم، از خردسالی ما گوش کردگیم از استادان بزرگ که مکتب خود را گذاشتند که ما پیوسته گوش میکنیم استادان رو. البته از همون در که به ما خیلی پسند بود ما اجرا کردیم، تا قدر امکان اجرا کردیم. شاید گفته میتوانیم که در سن کلانسالی رسیم، شاید از این هم بزرگتر اجرا کنیم، لیکن در همین سن 2 سالی که حاضر ما قرار داریم تا قدر امکان همین سرود رو گفته توانستم درد دل خود را به شنونده یا همین سرود رو چخیل اجرا کرده توانستم این از شنوندگان تلویزیون سفینه پیوسته ما رو دستگیری میکنند بها داده باشند. خب سپاس. خنجری میجگان او
هیچگانی او پیوسته بر جانی من است. ناصحا بیهوده میگویی که دل بردار از او، من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است. من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است. گفتم ای نازک بدن می آید از تو بوی موش. گفتم ای نازک بدن می آید از تو بوی موش. گفت که مشک است آن این زلف پیچانی من است. گفت که مشک است آن این زلف پیچانی من است. گفتم ای نازک بدن عاشق مکوش کم ناز کن. گفت عاشق میکوشم چند روز دورانی من است. گفتم ای شیرین سخن بر گردنت ماری سیاه. گفت که مار است هم کاکل پریشانی من است. احمدی جانی زیشقش سوختم اندیشم. احمدی جامی زیشقش سوختم اندیشم. گفت که شمع است آن این ماه تابانی من است. گفت که شمع است آن این ماه تابانی من است. سپاس، سلامت باشید. میگویند که انسان را سن و سالش نه بلکه مهنت و مشقت کشیده‌اش، محبتی که در دل دارد نسبت کار
استواری محبتش بزرگسال می سازد و هر دور و زمان بزرگان خیش را داشت، یعنی زحمتکشان خیش را. ما در برنامه نوبتی خاطره ها کوشش کردیم که از سنت بزرگان شش مقام برایتان قصه کنیم، بازخوانی نماییم سرودهای ایشان را، البته در اجرای روشن رسولوف که بسیار جوانی امید بخش و موفق زمان ما هستند. تشکر برایتان که به این برنامه تشریف آوردید و شام بینندگان را منور ساختید. و شما نیز عرض سپاس میکنیم که ما رو در این برنامه پذیرفتید و ما رو دعوت کردید. البته خیلی خوشحال هستید. تشکر زیاد. سپاس. خب اینجا برنامه خاطره ها به انجام میرسد. شام با فراغت را تمنا میکنیم. خیر عزیزان.